بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر و گرامی، الله سبحانه و تعالی حافظ و نگهبان ما و شما باشد. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی موضوع امروز اولا در بیان تفسیر آیات الصیام، تفسیر آیات های روزه. چگونه که وعده کرده بودیم تلاش می‌نماییم که از این روزها و از روزهای قبلی هم شروع کرده بودیم بیان چیزی از معرفت و دانش در بیان روزه و احکام آن بیاموزیم. آیسته آیسته انشاءالله که اگر به ما باشد بسیار مسائل های روزه و احکام روزه را می‌آموزیم. امروز شروع می‌نماییم به تفسیر آیات های روزه. بعضی از آیات قرآن را می‌گرفته اونها را تفسیر می‌کنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 183 184 می‌فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه ماه رمضان برای شمایان فرض گردانده شد، چگونه ای که بر امتان پیشین هم این فرض گردانده شده بود. لعلکم تتقون، باشد که شما از جمله و زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. ایاما معدودات، که این ماه‌های با شمار است، این ماه روزه ماه‌های با شمار است. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اگر کسی از شما بیمار بود یا در سفر بود، پس روزهای دیگری را روزه بدارد بعد رمضان، قضای آن را یعنی. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، و آن کسانی که توان روزه داشتن را ندارند، طعام مسکین را بدهند، طعام بر مسکینا بدهند. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، و هر کس که روزه را بداره برایش خیر است. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اما اگر روزه بدارید برایتون بهتر است. روزه های با شمار ماه رمضان روزه داشتن بر شما فرض گردانده شد. این روزه ها هر کس که از شما بیمار باشد یا در سفر باشد و روزه داری برای وی وزمین و مشقت بگردد، پس روزه‌اش را بخورد. پس آن روزهای اندک که به سبب این بیماری‌ها که وزمینی‌ها و سفر روزه را خورده بود، روزهای دیگر روزه بدارد. و آن کسانی که توانایی روزه داشتن را ندارند، مانند پیرانسالان، بیمارانی که امید شفا ندارند، در عوض آن روزهایی که میخورند یک مسکین را طعام بدهند، فدیه بدهند. الله سبحانه و تعالی در اینجا خطاب به سوی مؤمنان میکند. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به سوی مؤمنان است، خطاب به سوی این امت است که آنها را امری بر روزه می نماید. کتب علیکم الصیام، بر شما روزه ماه رمضان فرض گردانده شد. و روزه این بازداشتن نفس خود از خوردنی ها و نوشیدنی ها است، با نیت خالص از برای الله سبحانه و تعالی، که در این روزه زکات نفس و پاکسازی نفس است. و پاکسازی نفس از پستی ها و از اخلاق های پسته. و الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ذکر نمود که چگونه ای که این روزه برای شما فرض گردید برای امتان پیشین هم فرض بود، نه تنها برای شمایان. پس امتان پیشین هم برای ما یک الگو است از اهل هدایت که آنها ادای فریضه الهی را انجام دادند و آن روزه را نیز برای این امت کامل گردانید. و سپس الله سبحانه و تعالی علت فرض گرداندن روزه را برای ما بیان کرد و فایده آن را، فایده بزرگ آن را برای ما ذکر کرد و حکمت آن را بیان کرد. اینکه شخص روزه‌دار در نفسش تقوا و پرهیزگاری را پیشه نماید و شهوات را ترک کند برای چنگ زدن به امر الله سبحانه و تعالی و برای پاداش اجر در نزد الله سبحانه و تعالی، تا اینکه مؤمن با واسطه این روزه داشتن از جمله بندگان پرهیزگار الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، از جمله آن بندگان قرار بگیرد که اوامر الله را انجام بدهد و از نهی‌های الله سبحانه و تعالی، از حرام‌های او دوری بجوید. و هنگامی که الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه بر مؤمنان خطاب نمود، روزه ماه مبارک برای اینها فرض گردید، سپس در دوام چی فرمود؟ ایام معدودات. این روزهای با شماری هستند، روزهای اندکی هستند، روزهای اندک و آسانی هست. از آسانی این روزه این است که این ماه معین است که تمام مؤمنان در این شریک می شوند.
سپس آسانی دیگری رو در اینجا الله سبحانه و تعالی ذکر نمود. گفت که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. پس کسی از شما بیمار بود یا در سفر بود، پس روزهای دیگری از بعد رمضان را قضا بدارد. این به خاطر مشقت را از او دور کردن برای آنها رخصت الله سبحانه و تعالی قرار داد تا که روزه بخورند، تا که بنده مصلحت خود را بداند و سپس آن را قضا بدارد. هنگامی که بیماری بنده دور شد آن را قضا بدارد. هنگامی که انسان سفرش به اتمام رسانید سپس روزه اش را بعد آن قضا بدارد. و قول الله سبحانه و تعالی که در اینجا فرمود فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کسی که از شما بیمار بود یا در سفر بود پس روزهای دیگری از روزها را روزه بدارد. یکی شخص بیمار مسافر روزه نمیدارن در حالت بیماری، در حالت سفر، چون برای مسافر برای بیمار روزه داشتن مشقت میگردد. بله روزه را میخورن اما بعد این روزها روزه را قضا میدارن. اما کسی که توانی روزه داشتن را دارد در سفر است یا که در بیمار است اختیار دارد، روزه می دارد یا که نمی دارد در این حالت اختیار دارد و خواست روزه را می دارد خواست روزه را می خورد. اما شخصی که بیمار باشد که بیماریش شفایابنده نیست روزه‌اش را می خورد، نه در مقابل وی مسکین را طعام دهد در مقابل هر روزه که می خورد. اگر از یک مسکین زیادی را هم طعام داد هر روزه برایش این خیر است، نیکوتر است. اما روزه بدارد اگر توانی روزه داشته باشد برایش بهتر است. چون الله چه فرمود و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگر روزه بدارید برای شما این بهتر است اگر شما این را میدانید. و سپس قول الله سبحانه و تعالی که فرمود شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان که در آن قرآن نازل شده است هدایت از برای مردم است. این قرآن که نازل شد هدایت از برای مردم و بینات من الهدى والفرقان و بیان کننده حق جدا کننده بین حق و باطل است. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. پس ای مردم کسانی که از شما این شهر را دید پس البته که آن را روزه بدارد. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کسی از شما در سفر بوده که بیمار بود روزهای بعدی از آن روزه بدارد. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. الله برای شما آسانی میخواهد و مشقت را برای شما به هیچ وجه نمیخواهد. پس این روزها را کامل روزه بدارید و هنگامی که این روزها به اتمام رسید پس الله را بزرگ بشمارید، تکبیر بگویید بر آنچه که شما را هدایت کرد. ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. الله را تکبیر بگویید در آخر این ماهایی که الکی رمضان به اتمام مییابد و پس روزهای عید میشود بر آنچه که الله شما را هدایت کرد. لعلکم تشکرون باشد که شما از جمله و زمره بندگان شکرگزار و پرهیزگار باشید. سوره بقره آیه 85. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه خبر میدهد این ماهی که در این ماه فرض قرار داده شده روزه بر بندگان ماه رمضان است و این ماه ابتدای نزول فرود آمدن قرآن عظیم است. ماهی است که الله سبحانه و تعالی در این ماه قرآن را نازل کرد و بندگان را امت محمد را بر این نازل کردن قرآن اکرام کرد بر هدایت. و این قرآن که در این ماه رمضان در این ماه مبارک نازل شد یک دستور یک نظام قرار داد برای این امت قرار داده شد. با آن چنگ میزنند در حیاتشان که در این قرآن نور است و هدایت است و روشنی است و این قرآن راه سعادتمندی کسی که این راه سعادت را بخواهد است. و این قرآن فرقان است، یکی از نامهایش جدا کننده بین حق و باطل است. و قرآن هدایت است و بیان ضلالت است، بیان حلال و حرام است. الله در این آیه کریمه تأکید می نماید روزه داشتن این ماه را بر بندگان، چون این ماه قرآن است، ماه رحمت الهی است بر بندگانش و الله سبحانه و تعالی از بندگانش نمیخواهد مگر هدایت آنها را، مگر بر آنها آسانی را. برای همین در این آیه فرمود که هر کسی که بیمار باشد که مسافر باشد برای آنها اجازت است روزه را بخورند از این ماه را.
اما بعد آن که صحت و سلامت شدند امر کرد آنها را که غذای آن را حتما بدارند. و چگونه که در این آیه کریمه همچنین الله سبحانه و تعالی امر کرد بندگان را هنگامی که این ماه را به اتمام رسانیدند تکبیر بگن الله سبحانه و تعالی را. با تمام شدن این ماه چون روزه داشتند، تقوا و پرهیزگاری کردند، از حرام کرده الله دور شدند، حلال کرده الله را انجام دادند، در وجود آنها تقوا و پرهیزگاری پیدا شد، هدایت در قلب آنها جایگیری گرفت. ولی تکبر الله علی ما هداکم، در روزی که الله شما را هدایت کرد در این ماه مبارک. برای همین الله سبحانه و تعالی فرمود یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله برای شما آسانی را میخواهد ولا یرید بكم العسر، برای شما دشواری را نمیخواهد. ولی تکملوا العده، کامل نماید این روزها را و سپس تکبیر بگویید بر آنچه که الله شما را هدایت کرد، باشد که از بندگان شکرگزار قرار بگیرید. یعنی هنگامی که آنچه که الله بر شما امر کرد آن را اجرا کردید، فرمان الله را اطاعت کردید، بر این ادای فریضه و ترک محرمات و حفظ حدود الله سبحانه و تعالی، پس لازمش بر شما که از جمله شاکران شکرگزاران از برای الله سبحانه و تعالی باشید. و در دوام الله چه میفرماید؟ آیت بعدی 186 آیت سوره بقره: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هنگامی که بندگان من از من میپرسند پس من بر آنها نزدیک هستم. فإنی قریب مجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم دعوت دعا کننده رو هنگامی که مرا بخواند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، پس من رو اجابت نمایند، بر من ایمان بیاورند، لعلهم یرشدون، باشد که از جمله هدایت یافتگان قرار بگیرند، از جمله رشد کنندگان قرار بگیرند. و از سبب نزول این آیه کریمه روایت می‌نویسد که یک اعرابی بادیه نشین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، بر او گفت اقریب ربنا، آیا پروردگار ما نزدیک است فنناجی تا که ما او را مناجات نماییم، ام بعید فننادی، یا که دور از پروردگارمان که او را فریاد بزنیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام خاموش ایستادن این آیه کریمه نازل شد: اذا سألك عبادی عنی، اگر بندگان من از من بپرسند پس من نزدیک هستم بر آنها، دعا کننده را اجابت میکنم. در این آیه کریمه الله بیان مینماید بر بندگانش که او قریب است بر بندگانش، قریب است با آن بندگانی که او را دعا میکنند، حاجتهای آنها را برآورده میکند، که بین الله و بین بندگان هیچ پرده ای نیست. بر آنها لازم است که متوجه به سوی پروردگار خود بشوند و هر گونه واسطه ها را ترک نمایند، با خضوع و فروتنی و بیچاره حالی، به درستی که دین تنها از برای او سبحانه و تعالی است. در این بیان ذکر از بیان دعا هست که روزه را داشتی، تقوا را کردی، از محرمات دور شدی، پس دعا را هم فراموش نکن. دعای هدایت، در دعا کردن تلاش را هم بنما. به درستی که نصوص‌های زیادی در بیان تشویق نمودن بر دعا کردن و فضیلت آن و ترغیب آن ذکر شده است که بعضی از آنها را برایش بیان می‌نمایم. الله می‌فرماید که و قال ربکم ادعونی استجیب لکم، پروردگارتان گفت ادعونی، من را دعا کنید که دعای شما را اجابت میکنم. سوره غافر. الله امر کرد بندگان را با دعا کردن، ضمانت داد که بنده‌ای که دست دعا با سوی من میبردارد حتما من دعای او را اجابت میکنم گفت. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی میفرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتان را در بیچاره حالی و در پنهانی دعا کنید. انه لا يحب المعتدین، به درستی که الله تجاوزکاران دوست نمی‌دارد. یعنی الله را دعا نماید با بیچاره حالی، پنهانی، با خشوع، با فروتنی. انه لا يحب المعتدین، به درستی که الله تجاوزکاران دوست نمی‌دارد در این دعا، یعنی که دوست نمی‌دارد معتدین، تجاوزکاران در دعا و غیر دعا، که کسانی که حدود الله را تجاوز میکنند در امرهایش.
در دعا کردن رم بسیار تجاوزکاری میکنن، فریاد میزنن، داد و فیغان میکنن. نه، بلکه سیر، آشکار، آرام با آرامی، با فروتنی. اینکه بنده از پروردگار چیزهای رو طلب مینماید که صحیح نیست که آن رو طلب نماید، یا که در برداشتن صدایش بسیار صدا بلندی میکند هنگام دعا. در صحیح بخاری و مسلم از ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت است فرمودند مردم صداهای خود را در دعا کردن برداشتند، بلند کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها فرمود ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم. ای مردم گفتند صلی الله علیه و سلم، گفتند ای مردم، شما پروردگار را دعا نمیکنید، از پروردگار طلب نمیکنید که وای کر و گنگ باشد یا پروردگاری که غایب باشد. این الذی تدعون، بدرستی اون کسی که شما اون رو دعا میکنید، از اون دعا طلب نمایید، سمیع قریب، و شنوا و قریب است. بارک الله فیکم. پس دعا این عبادت است، چون در روایت ابی داود ترمذی کشته است. در حدیث صحیح از عباده بن سمت رضی الله عنه اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ مؤمنی نیست در روی زمین که الله را دعا منماید مگر آتاه الله ایه، مگر که الله او را میدهد او بنده را، یا اینکه بدی را از او دور میکند. اما گفتن در آخر که اما دعا بر گناه کردن، طلب گناه، یا اینکه قطع صله رحم نکنید. گفتن و همچنین قول الله سبحانه و تعالی میفرماید که احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن. در سوره بقره آیه 187 بیان آیه‌های صیام است. همچنین احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن. الله در شب‌های ماه رمضان برایتان هم بستری و همخوابگی را مباح و حلال گردانیده است. در شب‌های رمضان آنها پوشش و حفظ شما و شما نیز پوشش و حفظ همسران خودید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. الله میداند که شما با نفسهای خود خیانت می‌ورزید، خیانت میکنید و مخالفت مینمایید و حرام کرده الله را در شب‌های رمضان با هم بستری کردنتان با همسرانتان قرار میدهید. پس توبه شما در نزد الله پذیرفته شد و شما را عفو کرد و این امر را برای شما وسع نمود. و عفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الان حاضر الله سبحانه و تعالی دیگر شما را بخشید. الان دیگر می توانید شما شب‌های رمضان را با آمیزش با همسران خود بگذرانید و آنچه که الله برای شما کتاب کرده است آن را جستجو نمایید، بخورید و بیاشامید شب، حتی اینکه بیان شد برای شما تاریکی از روشنی. سپس هنگامی که روشنی برای شما نمودار شد، پس روزه را تا نشستن آفتاب بدارید. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. هنگامی که در مسجد اعتکاف می‌نشینید با همسران خود آموزش نکنید. در این حالت هم تلك حدود الله، این حدود الله است. فلا تقربوها، این حدود الله است، دیگر حدود الله را نزدیک نکنید. كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. انا همین چون الله سبحانه و تعالی آیه‌هایش را برایشون بیان می‌نماید تا که شما از جمله پرهیزگاران یا متقیان قرار بگیرید. در روایت بخاری از برای ابن عازب روایت است، میگه قال کان اصحاب محمد، این که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم اذا کان رجل صائم، اگر مرد روزدار می بود، حضر الافطار، اگر افطار شروع می شد، فنام قبل ان یفطر، پیش از آن که افطار نماید خواب می رفت. تفسیر قول الله سبحانه و تعالی را حاضر بیان کردیم. در این قول الله سبحانه و تعالی که در سوره بقره است که شب‌های رمضان برای شما حلال گشت، در صحیح بخاری از برای ابن عازب صحابه گرامی قدر رسول صلی الله علیه و سلم است که بخاری این حدیث را می‌نماید، میگوید که برا گفت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم چنین بودند: اگر مرد روزدار باشد و وقت افطار فرا میرسد ولی پیش از افطار خواب میرفت، یا که پیش از افطار خوابش ببرد، اگر خوابش میبرد دیگر نه شب چیزی میخورد تا شام دیگر خود را باز میداشت تا روز بعدی، تا اینکه وقتی افطار بیاید سپس باز افطار نماید. کسی با بعضی از سببها نمیتوانست که
اگر افطار نماید دیگر خودش رو باز می‌داشت تا پگاه دیگر. در اینجا قیس ابن سرمه الانصاری رضی الله عنه روزدار بود و این قیس روزانه در باغ‌های خرما کار و فعالیت میکرد و وقتی که وقت افطار فرا رسید نزد همسرش آمد و با او گفت نزد تو خوراکی هست؟ نزد تو طعامی هست؟ گفت نه، اما میروم برایت میارم طعام. و او تمام روز را کار کرده بود. در این جا بود که خوابش بود، از خستگی خواب رفت. همسرش آمد و چون همسرش او را دید که خواب رفته است و وقتی که نصف روز شد، در نصف روزی که الکی این روز رو روزه داشت و فردا هم روزه داشت و شب چیز نخورده بود، از هوش رفت. این حالت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این خبر رسید. خبر به او رسوندن. این هنگامی که انا همین آیه کریمه نازل شد، بیانگر انا همین احکام که شبانه برای شما احل لکم، شبانه برای شما طعام خوردن، شراب خوردن، با زن آمیزش کردن برای شما جایز است. این در شب روزه‌داری بر شما حلال گردید است که با همسران خود آمیزش نمایید، با آنها نزدیکی نمایید. این آیه های کریمه سپس نازل شدند. کلوا و اشربوا، بخورید و بنوشید حتی که روشن شود، روز برای شما روشن شود، خیط رشته سیاه از رشته سفید با هم بیانگر شود. الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان می‌نماید آسانی رو بر بندگانش. چی برای آنها جایز است در این ماه‌های رمضان، در شب‌های رمضان، چگونه که برای بندگانش طعام و شراب را حلال گردانده، همچنین برای آنها آمیزش و نزدیکی با همسرانش هم در شب‌های رمضان حلال قرار داد. رفث گفت که الله احل لكم لیلة الصیام رفثوا الی نسائکم، حلال گردانده الله سبحانه برای شمایان این شب‌های روزه را رفث الی نسائکم، یعنی که جیما را، همخوابگی را با همسرانتان، چون پیش از این برای آنها حرام بودین، پیش از این در شب‌های رمضان برای آنها حرام بود، ولی الله سبحانه و تعالی طعام و شراب را و همچنین همخوابگی را برای آنها در این شب‌های رمضان حلال قرار داد. دونز الله سبحانه و تعالی که اینا توانی اون رو ندارن، برایشون مشقت، برای اون که الله برای آنها آسانی کرد. تو که الله سبحانه و تعالی فضلش رو برای بنده نشان میدهد و رحمتش رو برای آنها نشان میدهد. و در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی زن رو به یک لباس تشبیه مانند کرد، لباسی که بدن رو میپوشاند، ستر بین رجل، مرد و خانه اش. برای همین زن برای مرد مثل یک لباس است، مرد برای زن یک مثل یک لباس است که باید پوشیده شود، چون که لباس تمام بدن رو میپوشاند، و انسان رو پاک نگاه می‌دارد. انا همین گونه زن و مرد در خاندان خود پاک باشند و هیچ خبر رو از خانه بیرون نبرند، سر همدیگر باشند. ابن عباس می‌فرماید که معنای این آیه این است که آنها سکن، خانه برای شما هستند، جای زیست و زندگانی شما هستند، شما هم برای آنها جای زیست و زندگانی هستند. برای آنها همدیگر رو در این شب‌های رمضان حلال قرار داد تا طلوع فجر. اما در آخر آیه الله سبحانه و تعالی این نزدیکی رو در حالت اعتکاف نشستن این هم الله منع کرد. گفت در اینجا هم چهار نکنید، شما نزدیکی ننمایید. یک قسمتی از رمضان که اعتکاف میشد در اینجا با زنان خود آموزش نکنید، چون همخوابگی اعتکاف رو میشکند. پس از این آیه های کریمه که ما خواندیم، برای شما ترجمه کردیم و تفسیر کردیم، چی فایده ها میگیریم؟ اولا واجب بودن روزه ماه رمضان بر این امت اسلامی. دوم واجب بودن تقوای الهی، با چنین امرهای الله سبحانه و تعالی و دوری از نهی های او سبحانه و تعالی. و سوم جایز بودن افطار برای مسافر و بیمار و بعد این که مسافر و بیمار روزه داشتن حتما واجب است قضا آن را بدارن آن روزایی که خورد قضا آن را بدونن. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی و عید من ایام اخر، روزهای دیگری از ماه را روزه بداری گفتن، دلیل بر این است که هر کسی که روزه را خورده بود با عذر عددهای آن را حساب کرده بعد رمضان کاملا روزه می‌دارد. برای وی جایز نیست که روزهای اندک از آن روزی که قضا داشته بود آنها را بدارد دیگرش نه، بلکه همش را کاملا قضا می‌دارد، یا که بعضی از روز بدارد و قسمت از روز روزه بگیرد قسمتش را نه، بلکه کاملا روزه میگیرد. و همچنین دیگر از فایده ها این است که برای انسان لازم و واجب نیست که این روزهای قضایی رو پی در پی بگیرد، چون الله فرمود فعدت من ایام الاخر، روزهای دیگر رو بگیرید. شون پی در پی نگفت الله، بلکه روزهای دیگر رو که با واسط بتوانید بگیرید. اگر مثلا تو 3 روز رو پی در پی روزه رو خواب باشه، شرط نیست 3 روز پی در پی روزه بداری، بلکه یک روز پس بداری، 2 روز پس بداری، واسه بتوانید. و همچنین اینکه از کلان سالان که توانایی روزه داشتن ندارند یا که بیمارانی که شفا ندارند، شفا نمیابند، که بیماری هست، برای آنها آن روزها رو روزه را میخورند، بلکه فدیه میدهند، یک مسکین رو فدیه میدهند، چون الله فرمود در این آیه کریمه بیان کرد در قول الله سبحانه و تعالی و ان تصوموا خیر لكم
مبارک اگر شما که توان روزه داشته باشه برای شما خیرتر است، نیکوتر است. این کنتم تعلمون، اگر که بدونید این را. کسی که در سفر است، بیمار است و توان روزه گرفتن دارد و روزه بگیرد برایش خیرتر است. و دیگر از فضایلت های این ماه مبارک گفتیم این است که در این ماه قرآن نازل شده است که هدایت است بر بندگان و برآوردن بندگان از ظلمات کفر و شرک و ضلالت به سوی توحید و نور هدایت. این که برای انسان اگر مشقت شود برای آن آسانی هست. برای همین الله سبحانه و تعالی برای بیمار و مسافر جایز قرار داد روزه را خوردن. و آسانی اسلام این است که کسی که توان آن کار را ندارد برای معنی نیست اون کار انجام بدهد، مثل بیمار و مسافر که در این طاعت الله سبحانه و تعالی و ترک معصیتش است. و همچنین بیان این آیات ها تشویق کردن مردم به دعا کردن، چون الله امر کرد و اجابت کردن آن را نیز بر ما بیان کرد. الله گفت ما را دعای شما را اجابت نمی‌کنم. و همچنین واجب بودن اجابت الله سبحانه و تعالی بر مؤمنان. دعای مؤمنان، خوردن و نوشیدن و جیما کردن در شب‌های رمضان برای انسان جایز است تا طلوع فجر، تا دمیدن صبح. و در نهار در روز حرام می‌گردد، هم خوردن، هم نوشیدن، هم نزدیکی، که از طلوع فجر صادق تا نشستن آفتاب انسان روزه می‌دارد. و همچنین این آیات‌ها بیان می‌نماید که مشروعیت جایز بودن اعتکاف نشستن در مسجدها. اعتکاف تنها در مسجد میباشد، در مسجد جامع، در مسجد نشستن، طاعت از برای الله سبحانه و تعالی. و این صحیح نمیگردد مگر با نشستن در مسجد. و همچنین حرام بودن نزدیکی با زنها در اعتکاف، جماع کردن با آنها که اعتکاف را فاسد میکند. و الله چی فرمود در آخر؟ گفت و تلک حدود الله، این حدود الله است، واجب است بر تو و شما بندگان در ما که حدود الله را رعایت نمایید. و حکمت از این به دست آوردن حاصل نمودن تقوای الهی است، حاصل آدن به حاصل رسیدن تقوای الهی با مقام و غایت بلند. بارک الله فیکم. و همچنین نقطه آخران این که برای انسان جایز است که هنگامی که روزه‌دار است در شب با همسر خود نزدیکی کرد غسل را به تأخیر بیاندازد. مثلا شب همسر خود نزدیکی کرد، وقت سحور است، سحرخوری است، میتواند به حضور سحریش را بخورد، سپس از برای نماز خیسه غسل نموده نماز صبح رفته در مسجد بخواند. پس این روزه یک مدرسه روحی است برای نفس را آماده ساختن به سوی پروردگار خویش و صبر و شکیبایی در این را انجام دادن. این است بیان تفسیر آیه های